سلام، صبحتون بخیر. امروز میخوام ببرمتون که یه روز از کارآموزیمو بهتون نشون بدم و اول براتون بگم که من رشتم رادیوگرافی و رادیوتراپی هستش و 3.5 سال طول میکشه که بخوام این رشته رو بخونم. الان سال دوم هستم و توی این دوره 3.5 ساله ما 7 تا کارآموزی داریم. کارآموزی ها دوره هاشون متفاوته، یعنی از حدوداً از 2 هفته شروع میشه تا دوره های 6 هفته. حالا بسته به اینکه کدوم کارآموزی رو میخواین بگذرونین. مثلا اولین کارآموزی که داشتیم کارآموزی ناتیوی بودش، بعد کارآموزی هویتاتیو بودش، یعنی ناتیوی میشه همون عکس ایکس دی، هویتاتیو میشه کار پرستاری و این چیزا. بعد من الان 4 هفته من کارآموزی ایکس ری رو یکم دیرتر رفتم، به خاطر اینکه اون موقعی که سایت رو باز کردن که بخوان جا رزرو کنم من یکم دیر رو میدم و همه جا پر شده بود. بعدنم که جا بودش، چون دوره طولانی 6 هفته هستش، من هیچ وقت تایم مناسبی رو پیدا نکردم که بخوام این 6 هفته رو توش جایگزین بکنم و اوایل پاییز امسال تونستم 4 هفتهش رو برم توی یه شهری به اسم پورو، خودم هلسینکی زندگی میکنم که خیلی دور بود. بعد از اون ور بلافاصله پشت سرش 2 هفته کارآموزی اولترانی داشتم، سونوگرافی داشتم که توی یه شهری به اسم هوینکه بودش و بعد از اونم بلافاصله 1 هفته دوباره ادامه کارآموزی ایکس ری همو دارم که الان دارم میگذرونم. این هفته هفتم و هفته آخری هستش که کارآموزی دارم و بعد از اون دیگه تموم میشه، دوباره درسام شروع میشه و آخر سالم دوباره 1 هفته دارم که 6 هفته ایکس ری همو بتونم تموم بکنم. حالا اینی که الان دارم میرم توی شهری به اسم سیپو هستش و 1 ساعت و ربع از خونه من راهه تا اونجا، با اتوبوس باید برم و یه چنج دارم وسطش و گفتم که شاید براتون جالب باشه یکم ببینین که کارآموزی ها توی فنلاند چطوری میتونه باشه. اینجایی که دارم میرم بیمارستان نیستش متاسفانه، درمانگاه کوچیک‌تره، بیمارستان خیلی بزرگتره، خب جالبتر میتونه باشه براتون ویدیو بگیرم، ولی خب این درمانگاهه میتونم کمی باهاتون آشناتون بکنم با درمانگاه، سیستم درمانی فنلاند و تا حدی که رشته خودم اجازه میده کمی بهتون از رادیولوژی و این چیزا هم نشون بدم. ساعت 6 بیدار شدم، الانم تقریبا 6:45 و توی فنلاند این فصل از سال هوا فعلا خیلی تاریکه، برای همین توی خونه ویدیو رو گرفتم، این ویدیوی شروع رو گرفتم، چون بیرون بخوام صحبت کنم خیلی تاریکی، اصلا نمیبینیم منو و فعلا هم این قضیه ادامه خواهد داشت تازه اول پاییزه، زمستون که تاریکی هم خیلی بیشتر میشه. خلاصه این که الان دیگه پالتو بپوشم، کاملا آماده بشم، با هم دیگه بریم درمانگاه. الان ساعت 7 و همونطور که میبینین آسمون هنوزم تاریکه، هوا روشن نشده. این اتوبوس اولیه که بعد باش برم که کلی هم دیر اومد، حالا امیدوارم به موقع به اتوبوس دوم برسم. اتوبوس اول 3 دقیقه دیر کرد و من از این ور 1 دقیقه دیر رسیدم به اتوبوس بعدی، اون 7:10 میرفت، من 7:11 دقیقه توی ایستگاه بودم. حالا مجبورم 2 تا 3 تا اتوبوس عوض کنم که بتونم برسم اونجا، ولی باید به سوپروایزرم زنگ بزنم و خبر بدم که یه چیزی تو مایه نیم ساعت دیر میرسم. اینم شانس مایه. تازه اتوبوس اول رو عوض کردم، دارم میرم سوار اتوبوس دوم بشم. اینجا رو ببینید چقدر برگ ریخته رو زمین. در واقع این بغل یه پارکیه که خیلی قشنگه، الان خب معلوم نیستش اصلا، ولی من تابستونا خیلی وقتا میام اینجا برای پیکنیک و اینا. اینجا محله مالمیه
و خیلی پارک خوشگلیه و اما بالاخره آخرین اتوبوسی که باش میتونم مستقیم برم سر کار. هوا روشن شد تا من برم، به خدا. بالاخره نشستم تو اتوبوس، یخ کرد، تمام لپام یخ زده، خیلی هوا سرد شده. برای 1 دقیقه اینقدر هرس خوردم امروز، خیلی هرس جوش خوردم. 1 دقیقه من مجبور شدم 3 تا اتوبوس عوض کنم. اگه خودم مثلا دیر پا میشدم، میدونستم نمیرسم، یه دفعه نمی اومدم بیرون، وای میسادم با اتوبوس بعدی اصلا میمونم، چون هر 1 ساعت یه بار میرم اتوبوس اصلی که سوار میشن. یه دفعه وای میسادم با همون میومدم. اینا مثلا 3 دقیقه از اون دیر اومد، منم از این بر 1 دقیقه دیر رسون دیگه، هیچی دیگه. برای 1 دقیقه ملکی حالا تو راهم. درخت‌ها چقدر خوشگلن. مثلا یه ذره بیرون براتون فیلم بگیرم، هلسینکی رو یکم ببینیم. درختای زرد، سبز، حالا قرمز هم داره ولی خیلی نه. فلنا سمت شمالش که میری پوشش گیاهیش فرق میکنه و سمت شمال درختای قرمز خیلی بیشتر داره و خیلی خیلی قشنگه. من تو پاییزم بودم توی شمال، کلا پاییزو که خیلی دوست دارم ولی توی شمال یه چیز دیگه است، درختای قرمزش خیلی زیادن، پوشش گیاهی قشنگی داره. هوا داره سرد میشه الان. روی تمام این گلوگیاهای طفلی آب یخ زده، هنوز برف نیومده ولی سطح تمام این چمن ممنه و گلوگیاها سفید شدن. نمیدونم تو ویدیو مشخصه یا نه، به خاطر اینکه بارون میاد بعد یخ میکنه. اینجایی که براتون میگیرم دیگه شهر هلسینکی نیستش، خیلی وقت از هلسینکی خارج شدیم و داریم نزدیک میشیم به این شهری به اسم سیپو. بعد توی راه منظره هاش خیلی قشنگن و خب الان که هوا روشنه خوب دیده میشه. معمولا وقتی میام هوا خیلی تاریکه و اصلا اونقدر این منظره ها دیده نمیشن ولی مثل کارت پستال میمونن، خیلی خوشگلن. بالاخره رسیدم. الان ساعت 8:34 است ولی خب دیگه همین رو به روی دیگه درمانگاه نشونتون میدم. برم زود که دیگه دیر شد. اما این هم درمانگاه. من یه میانبر ریس میزنم از توی چمنا میرم دیگه مستقیم. البته این یه بخششه، کل درمانگاه این نیستش، این بخشی که من کار میکنم. بعد پشتش اون طرف ادامه داره، یعنی بزرگتر ساختمونش. خب اینجا اول منم پایین توی طبقه زیر زمین، چون بعد لباس کار بردارم. توی این اتاق لباسای کار رو گذاشتن که من معمولا خودم سرمه‌ای برمیدارم، پرستارا معمولا سفید برمیدارن ولی خاله منم بپوشم اتفاقی نمیفته، ولی تو رشته ما سرمه‌ای بابتره. آخر روزم که لباسامونو پوشیدیم دوباره بعد بیاریم توی همین اتاق برگردونیم. در واقع اون رو به رومیه همچین سبدایی میزنن که بعد برگردونیم بره برای شستشو. خب اینجا هم تا از در میایم اتاق کار ماه که البته این دستگاهی که اینجا دارن برای عکس برداری خیلی قدیمیه که این شکلیه، وگرنه اصلا این رومیزی ها رو نباید داشته باشه. این دستگاه خیلی قدیمیه. این صفحه اصلیه برای بیمارایی که باید عکسای مختلف حالا ایکس ری ازشون بگیریم. اینم صفحه دوم، مانیتور دومه برای کسایی که کار دندون داشته باشن. لپتاپ خودمه که وقت ایمیل و اینامو چک میکنم و توی این یکی مانیتورم که دیگه نگاه میکنیم مثلا اسم بیمار رو وقتایی که رزرو شده و اینجور چیزا. یه دفتر کار خیلی معمولی. اما این سمت که ادامه میریم توی اتاق اصلی که اینجا در واقع عکس برداری ها انجام میشه. میگم همونطور که میبینین دستگاهش خیلی قدیمیه. من توی پرو که کار میکردم دستگاهش خیلی جدید و مدرن و خوب بود ولی متاسفانه اینجا دستگاهش خوب نیست. اما دستگاه عکس برداری دندانش خیلی جدید و خوبه و کار کردن باهاش هم خیلی آسونه. یعنی عکس گرفتن از دندان به نظر من جزو عکسای خیلی راحت هستش. و خب این طرفم که رختکنه برای
بیمارا وقتی از اون در میان اینجا لباساشون رو عوض میکنن، حالا اگه لازم باشه لباس در بیارن. 2 تا رختکن داره که معمولا استفاده ای نداره چون اینجا اونقدر بیمار نداره. خب این یکی اتاق استراحت و قهوه و ناهار هستش که هر موقع بخوایم چیزی بخوریم میایم اینجا. البته وحشت نکنین اینجا اگر که همه ظرفا جمع شده، به خاطر اینکه خدمتکار یه بار اومده حالا ماشین رو روشن کرده دیگه فرصت نکرده که خالیش بکنه و اینا رو بچینه. بعدم یا نام ظرف قرمه سبزی خودمه با اجازهتون. ولی قهوه برامون میذارن، قهوه و چای که اگر که کسی دلش بخواد میتونه استفاده بکنه. 2 تا ماکروفر داریم که اگر که بخوایم غذامون رو گرم بکنیم. و این تابلو خیلی جالبه به خاطر اینکه هر کسی اینجا نامه‌ای نوشته یا مثلا یه دوره اینجا مثل من اومده کارآموزی، یه کارت چیزی گذاشته، اینا رو یادگاری نگه میدارن. به اضافه اینکه این طرف یخچال داریم که هر کسی خوراکی خودشو میذاره توی یخچال. بعضیا دوست دارن اسمشون رو مینویسن روش مثل اینا که یه چیزایی روش نوشتن، و بعضیا هستن نه مثل خودم، من خودم اسم نمیذارم، کسی دست نمیزنه، همون میذارم توی یخچال و هر موقع خواستم دیگه ساعت ناهارم میخورم. تازه از درمانگاه زدم بیرون، توی ایستگاه اتوبوس هستم، منتظرم که اتوبوس بیاد برگردم خونه. 8 ساعت امروز اونجا بودم و خب میدونین کارآموزی از کار کردن به نظر من سخت‌تره، به خاطر اینکه شما وقتی کار رو یاد میگیری دیگه یاد گرفتی دیگه، یه جور حالت روتین میشه و ماشینا رچن خیلی صدا میرن و خب اون موقع خیلی راحت تره. اما خب توی کارآموزی تازه داری یاد میگیری، یه اطلاعات جدید میاد و به نظرم خیلی سخت‌تره، خیلی بیشتر انرژی میگیره از آدم. اینم یادم رفت بهتون بگم توی 8 ساعتی که شما کار میکنین، نیم ساعت وقت غذا دارین و 2 تا 1 ربع وقت قهوه دارین که میتونین قهوه بخورین. اتوبوس هم من دارم براش دست تکون میدم که نگه دار. 2 تا 1 ربع هم وقت دارین که بتونین قهوه بخورین و خستگی در کنین. بقیه اطلاعات رو وقتی برم خونه براتون میگم. همین الان نشستم توی اتوبوس. بعد اینو میخواستم بهتون بگم که خیلی دوست داشتم از مدلی که مثلا از بیمار عکس برداری میکنیم و این چیزا براتون به اشتراک بذارم. گفتم که شاید براتون جالب باشه، ولی خب هم نداریم از بیمارا عکس و فیلم و این چیزا بگیریم مگر اینکه خودشون اجازه بدن، که از بیمار نمیپرسن، به خاطر اینکه اگر که برای تحقیق باشه، برای یه آموزش، یه چیز خاصی باشه بپرسی، آره همشون خیلی هم با کمال میل اوکی میرم، ولی برای فیلم گرفتن واسه پیج خودت و چیزای شخصی نه، خیلی هم برشون میاد اینجور چیزا. برای همین دیگه نمیشه از خود بیمار براتون فیلم بگیرم، وگرنه شاید میتونست جالب باشه براتون اگه از خودشون فیلم میگرفتن. در رابطه با اون نیم ساعت تایم غذا و 2 تا 1 ربع تایم قهوه خوردن که براتون گفتم، مال کسیه که کارمند باشه و حقوق بگیره بابتش. ولی منی که دانشجو هستم دارم میرم یاد میگیرم و حقوقی بابت این موضوع دریافت نمیکنم. من میتونم طولانی ترم باشم، مثلا نیم ساعت غذا خوردن من بشه 45 دقیقه 50 دقیقه، هم هیچکی نمیاد دنبال من، هیچکی نمیپرسه یا نمیگه که مثلا چرا مال تو بیشتر شدهش. میتونم طولانی تر بشم، اما کسایی که خودشون کار میکنن چون حقوق میگیرن بابت کارشون باید سر وقت دقیقاً برگردن سر کارشون. قشنگ امروز هوا آفتابیه، آفتاب میزنه بعد که خیلی خوبه، چون توی پاییز و زمستون فنلاند خیلی کم پیش میاد که یه همچین هوای خوبی به پست آدم بخوره. خیلی حس خوبی داره. آفتاب خیلی کم داریم اینجا و روزای آفتاب خیلی به آدم انرژی میده. به اضافه اینکه از منظره هایی که توی راه میبینم واقعا لذت میبرم و از نظر من فنلاند واقعا طبیعت زیبایی داره. بهار و تابستونش یه جور قشنگه، پاییزش یه جور قشنگه و حتی زمستونش با اون همه برفی که داره، حتی زمستونش هم از نظر من به شیوه خودش واقعا زیباست. بالاخره رسیدم خونه و خیلی هم گرسنمه. بعد غذا درست کنم و آشپزخونه‌ای که بمب زدن رو اون پشت میتونیم ببینین جمعش کنم که فردا دوباره کله سحر باید بیدارشم برم برای کارآموزی. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. مرسی که تا اینجا دیدین. اگر که سوالی چیزی داشتین کامنت کنین، سعی میکنم که جواب بدم.